بیت کوین بعدی کدومه؟ اینو فقط مردی که 12 سال پیش بهمون سیگنال بیت کوین اصلی رو داده بود میتونه بگه. این داوینچی جرمیه، پیامبر بیت کوین. سال 2013 وقتی بیت کوین فقط $100 بود، پیامبر یه ویدیو منتشر کرد و به مردم التماس کرد که چیکار کنن. التماس کرد که چند تا بیت کوین بخرن. میگفت اگه این کارو بکنید 10 سال دیگه میلیونر میشید. حتی به جایی رسید که گفت حداقل $1 بیت کوین بخرین. واکنش مردم چی بود؟ اونو مسخره میکردن، بهش میگفتن دیوونه. ولی خودش نه تنها کلی بیت کوین خرید، حتی چند وقت بعد رفت سراغ دوج کوین و از اونم حمایت کرد. خب تهش چی شد؟ تهش این شد که بیت کوین رسید به $60,000. البته الان شده $120,000. دوج کوین هم که ترکید. اونایی که به حرفش گوش کردن میلیونر شدن. خود داوینچی شد یکی از افسانه‌های کریپتو و اون ویدیوش هم یه حسرت بزرگ. خب یه راه حل بده. ببین الانم کلی فرصت هست که اگه بگم بازم نادیده گرفته میشن، مثل اون ویدیوی پیامبر. ولی در هر صورت یه سبد از پرپتانسیل ترین رمزارزا برات آماده کردم که کافیه عدد 282 رو کامنت کنی و فالو رو زده باشی تا واسط بیاد.